وکیلی همه خودتو گذاشتی، صد خودتو گذاشتی براشون، تهش انداختن دور شدی شبیه زاپاس بقیه، فقط وقتی کارشون گیره دارن میان سمتت. اگه بهت گفتن خیلی مهربونی زیاد خوشحال نشو، چون مهربونی تهش فقط ضرر میکنی، فقط خودت ضرر میکنی. میام به خودم میگم نه یکی فرق میکنه، هیچ کدومشون هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، همشون قراره همون کاریو بکنن که بقیه کردن. بعد میام میگن زود عصبی میشی. خب اون موقع که من زود عصبی نمیشدم، خودمو نگه می‌داشتم، چه گلی زدید به سر من، چه کار خوبی کردید برا من. خب منی که الان اینجوری هم نمیتونم بیام حرفمو به کسی بزنم، به کی دیگه بیام اعتماد بکنم؟ کی دیگه میتونه حرف منو گوش کنه تهش بمونه برام؟ هر کاری دلتون میخواد انجام میدید، فقط کافیه یه کاری انجام بدم که دوست ندارید. آدم بی‌رحم بودن بده. کجای بی‌رحم بودن بده؟ کجای سنگدل بودن بده؟ این احساساتی بودنه بده. این احساساتی بودنه ضرر میزنه بهت، مهربون بودنه بهت ضرر میزنه. وگرنه منم اخلاق مزخرفی دارم، سعی کردم برای تو آدم خوبی باشم، باید بشم همون آدم بدی که ازش بدم میاد. آره من آدم درستی بودم، شما ارزش این که یه آدم خوب تو زندگیتون باشه رو نداری، لیاقتشو نداری. تهی شما بریم منت کشی واسه کاری که نکردی، مثل عروسک خیمه شب بازی فقط دارن میچرخوننمون، به هر کاری که دلشون بخواد میکنن. و تهیش ما میشیم آدم بدشون بیشتر از بهایی که داشتن، بیشتر از لیاقتی که داشتن بهشون میکرد. من و تو میشیم آدم بده، اونا که حالشون خوبه. داره خودت گول میزنی. بعد دیگه چرا حال نمی‌کنی با آدم‌ها صحبت کنی؟ آقا من که خوب بودم، من که باهاشون صحبت کردم، نتیجه شد این. خب لابد کار من اشتباهه دیگه. این یکی فرق میکنه. آخرین باری که این حرفو به خودم زدم نتیجهشو ببین. اگر دنبال کسی بودی که باهات حرف بزنه، درد و دل کنه، باهات بدون اینکه بزنه تو سرت، من اینجا. چون میدونم بقیه چجوری باهاتون رفتار میکنن. من دیدم بعضی. خودتون باشید.